سلام و درود فراوان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره بریم فرندلی توی ریاکتی بزنیم. ادوکس بتله داره 2-2 میزنه. صدا رو خوردم به مانی لطفینا، خوردم به تیم مانی لطفینا. ادوکسینا قبلا دیریل میزدن کنم یکشون چه فریز زد اوریان عجب فریزی زد. لاواشو میره اون ورمانی، چرا اسکرین شات میگیری گوشی من خود به خود؟ ترکیباشون رو عوض کردن ادوکس و رولکس. این فردراگ عالی، احتمالا راستی رولکسه، چپی ادوکس، شاید هم برعکس، نمیدونم. مگانایتی چرا پرید رو تاور؟ مگانایت هم نزد، میزد کینگ تاور اکتیو میشد. یه پکای عالی رسوند. یه رم رایدر هم اینور خوب بود. این رم رایدر هیرو هنوز زنده است. خب الان فریز واقعا کارت خوبیه. تو 2-2 یه فریز میزنی راحت، سنگین ترین حمله ها رو جمع میکنه دیگه. فریز راحت یه فریز میزنی، یه مگانایت میندازی، خب خیلی دفاعش قویه دیگه این دوتا. یا حتی فریز و پکا واقعا دفاعی سخت رو میتونه جمع کنه. یه ایدراگ عالی، دراگ میزنه اونجا، خوبم زد. از این ور پر کردن که فکر نکنم درست باشه. بله دفاع شد. یه زپی چیزی ندارن رو اون بزنن. ایدراگ واقعا داره اذیت میکنه بالایی. پاینیا رو بالایی که اسپلای خوبی برای ایدراگ دارن. مانی اینا زدن ادوکسینا رو. البته اینجا که نه، خب فریزه جمع میکنه دیگه. یه اروی چیزی بزنه اینجا. آره تمام شد. جیجی کاملا. چرا دارن بی ام میکنن؟ من اینو نمیفهمم واقعا. میلاد فانتوم هم آنلاین شد. یه ریاکتم به میلاد بزنیم. میلاد ترکیب عوض کرده، بالاخره داره یه ترکیب اصولی پلی میده میلاد. تشویق کنیم میلادو. احتمالا ویزارد. چه ویزارد خوبی هم رفت میلاد. ایویزو نیستم. به جای ایویز فیشر میومد بهتر بود. مچاپ های بهتری هم میخوردم بهش، یعنی مچاپ ها براش بهتر میشد، اینجوری بگم بهتر. حریف نباید دلیوریشو مینداخت. میلاد میتونه بگیرتش. حریف آیس اسپیریت و اینا هم نداره که بخواد رم رایدر رو ریست کنه. لاگ هم که نداره. نتمارو حریف خیلی راحت جمع کرد. چه ریج خوبی زد میلاد. 2 میزنه پکا. تاور رو زد. پشمو میلاد چه ریجی زد اونجا. واقعا ریج تمیزی زد. بخاطر همون ریج هم بازی رو برد. بخاطر همون ریج واقعا خوب بود این ریجی که زد میلاد. بریم ببینیم ادوکس رفته بتل. بریم ادامه 2-2 ادوکس و رولکس. حریفا جفتشون هم رنگ 150 دارن. جالب بود. یه ابیلیتی میتونه بزنه. همه پکایوا رو دارن دیگه تو 2-2.
واقعا پکایو زیاده. فیشر هسته اشتباهه. حالا حریفی جاینت اسکلت داشته باشه بندازه سر پل، یا آرجی، یا حتی پکا مگانایت، یا واقعا سخت دفاعش. اینجا میتونه آره دی کار نمیتونه کنه. من اینفرنو دراگ هم همه دارن و اینکه اینا لایت با لایت و تیر میمیره ایدراک فکر کنم. ایدراک که نه، اینفرنو دراگ جو رمرویدره مونده. رمرویدره تکون نتونست بخوره. یه مگانایت خوب. ایدراکشو دیر رفت حریف. یه اینفرنو دراگ عالی، ولی خب میزنه فکر کنم. آره ولی خب میمیره اون ایدراگه در هر صورت. چون ابیلیتی ارزش نداره دیگه. آره چون اکسیر ادوکس احتمالا پره. حالا بعد این بتل میبینیم کدوم ادوکس، کدوم رولکس، کدوم ادوکس. حریف هم پکایوشو میره. حریفا دابل لایت هن، بعد یکی از ادوکس یا رولکس لایت نداره، بخاطر همین سخت کار براشون. او اینجا زدن جی اینا رو زدن. حریفا 2 لایتنینگ زدن، ولی خب انقدر اونجا پر بود به ایدراگ نخورد، بخاطر همین یه نیدو زدن سریع. ایدراگ هرچی کارت داشت و حذف کرد و بخاطر همین زدن. یکی از اون لایت ها به ایدراگ میخورد به این راحتی نمیشد زد. حریفا هم دارن دست و پای علکی میزنن. او نه دابل لایت آوردن. قبل این دابل لایت نبود. احتمالا رفتن لایت آوردن. احتمالا. من یه لحظه برم ببینم کدوم ادوکس و کدوم رولکس. احتمالا برم تو پروفایلش میزنه کدومه. ترکیبشو میاره. نه یورد. رنگ چندن تو او رنگ 99 تو دو ادوکس. من برم تو کلم ببینم رولکس رو میتونم ببینم ترکیبشو یا نه. رولکس هم رنگ 100. او رولکس اکانتش فول مکسه. نه ترکیب رولکس هم نمیشه دید. خب بریم سراغ بتل ادوکس. حریفات رنگ های دارن. رنگ 9 و 49. کینگو اکتیف کردن اینجا. چه ترکیبایی آوردن اونو معلوم نیست واقعا. پویزن خوبی زد حریف. که مگانایت میره جلو رمرایدر. ایدراگ جمع میکنه که خب یه لایتو سریع و خوب زد. اون رمرایدر افتاده جلو. رمرایدره چرا آیس نشد؟ حریف آیس ویزاردو انداخت، رمرایدره آیس نشده بود، بعد که یه شات زد آیس شد. دارک پرینس همین جا خوبه دیگه. احتمالاً دارک پرینس هم برای همین دریل آوردن. یه اشتاین میره. میتونن یه لایت بزنن اونجا، ولی خب عجله نمیکنن. کار درستی هم بود. اون هیروه اونجا میتونه پس این فردراگ بر بیاد که حریف جاینت اسکلتشو رفت. اینجا یه ایدراگ عالی میرسونن، ولی حریف سری لایتو میزنه. ایدراگ زنده است، ولی خب به لطف چرا لایت زدن؟ که لایت بعدی لایت واقعا اشتباه بود.
اوه ور این یکی لایت خوب بود. این یکی لایت خوب بود. اینجا دیریل اوشو میره حریف. اینجا ضد حمله خوبی دارن. اینجا خیلی ضد حمله خوبی دارن و احتمالاً بزنن تا همینجا. میرم برای دو طرفه. یه ایدراگ عالی میتونن لایت بزنن. لایت هم بد زدن. اونجا هیرو زنده است و فکر کنم جی جی. از اون ورم کارتا هستن. احتمالاً جی جی. آره جی جی. شایدم نه. نه دفاع شد. اوه دفاع شد. عجیبه. فکر نمی کردم دفاع شه. نزدیک بود بمب جاینت اسکلت هم برسه به تاور. ادوکسینا خیلی عقبن بازیو. حدود تقریبا 700-800 تا عقبن. واقعا دفاع ترکیب حریفا خیلی خوبه. اوه این جاینت اسکلت. اوه نزدیک بود. خیلی نزدیک بود برسه به تاور بمبش. ایدراک. اوه اونور رم رایدر. تسلا میاد اینجا. خب رم رایدره میره باز. دریلشو انداخت. واقعا تو دفاع حریفا ترکیباشون قویه. اینجا دابل لایت. اوه ولی اکسیر داره. اکسیر داره ولی سایکلش جالب نیست. و جی جی. جی جی. بزن. ایول. ایول. از اون ورم چسبیده بودن. از اون ورم تاور میرفت احتمالا. خب خیلی تمیز دارن پلی میدن. اینا رو هم زدن. احتمالا اومده باشن رنک 70. نگاه کنم رنک چند اومدن. آره رنک 80 دیگه. تاپ 80. حریف رنک 13 داشت تو پروفش. ایدراگ هم زیاده تو این مود. با اینکه همه لایتنینگ دارن ولی ایدراگ زیاده. ریجر رو یه جوری میزد که روی اینفرنو دراگ میخورد. شاید میتونست اونجا حذف کنه ایدراگو. یه فیشر عالی. واقعا فیشر کارت خوبیه. برای نرفش مثلا میتونن سرعتی که داره میکشه رو کمتر کنن. یا مثلا دمیجش رو حتی. از اون ور میتونن یه رم رایدر بره. لاوا داره دوباره. لاواشو رفت تعریف از تا اینفرنو دراگی که دارن میتونه اینجور جا کمکشون کنه. کلا دکای سایکل اینجور جاها تو هرچی بری بالاتر تو 2-2 کمتره. اکثرا لاوا و پکا و مگانایت هم. خاطر همین اینفرنو دراگ میتونه ولی عالی بگیره. از اونجایی هم که با لایتنینگ نمیمیره خوبه دیگه. همین شالیه. اینجا یه ابیلیتی میطلبه. میچسبه رم رایدره. حریف میتونست ایدراگش رو زودتر بره. اون رم رایدر رو ریچ ایدراگ رو حذف میکنه. یعنی خب چون ایدراگ زنجیره ای زد دیگه همه رو تونست بزنه. اون رو چجوری میخوان دفاع کنن؟ خوبه. وارد و اینور پر کردن. یکشون اکسیر نداره. ابیلیتی. یه بومبر عالی. جا ابیلیتی میشه زد. نه دیگه اونو مگانایت پرت کرد عقب. ابیلیتی ارزش نداشت. اینور باید یه ایده اینفرنو دراگ بیاد. خوبه. این مچ هم احتمالا زدن. دمیجی تقریبا جلو هن. توی ریجی اروی چیزی بزنید اونجا. خوبه. چه لایتی زد. میچسبه تم جی. نچسبید. ما هر موقع گفتیم جی یارو دفاع کرده. یه لایت.
دیگه جدی دفعه زدن دیگه. احتمالا آمده باشن تاپ 70 رنک 69 اینا. اوه تا 50 هن. خوبه. ببینم 2-2 کی اوله. رنک یکی اینا کی هن. اوه نمیشناسم ولی خب اصف اینجا هست. ببینیم رفتم بته. خب بریم ادامهش. اوه لاگ بیت خورد. تنها دک سایکلی که تو 2-2 هست لاگ بیته. ترکیب ادوکس و رولکس هم میتونه بزنه اگه اینفرنو تاور باشه. اگه با کنون باشه که خب بازم حالا شاید بتونه بزنه، اونجوری نه. ولی خب اینجا اسکلت برلشو میره، ولیوی خوبی میگیره اون. روشو مجبور شد بزنه، اسکلت دراگ بعدی اومد. خب مورتاره این اصلا. مگانایت عالی، دمله خوب دارن اینجا. ولی اون کنون کارته احتمالاً دفاع کنه دیگه. آره هرچی بندازن کنون کارت دفاع میکنه. تکامل فصل بعدی هم اسنوباله. اگه خوب باشه دارمش جای لاگ تو ترکیب دیگه، اگه چیز خوب و بافی باشه. ولی اگه به درد بخور نباشه ارزش نداره. نیدو عالی. وای دیر انداخت یا نه عالی خوب بود، خوب انداخت. دراگی یه دونه بزنه به همه بخوره خوبه. ابیلیتی یه ابیلیتی او این ورو میکشه. ارایی که زد باعث شد مگانایتر رو بکشه. حریفه واقعا زدن همینجوری الکی با اسپم. نگاه کنید چه دمیجی زدن. اینجا هم یه دمیج خوب دوباره میزنن. خیلی هم راحت کارتا رو نرسیده به پول دارن دفاع میکنن. خب واقعا زدن دیگه. این بتل هم امیدی نیست. یه مورتارو هم اون ور انداختن. یه مگانایتی باید بیاد. داره مگانایت میاد. این لاک کرده رو تاور. این چسبیده رو تاور. نه رو دارک پرینس. خوبه این که رو دارک پرینس خوبه. و باختن دیگه. آره باختن. شاید هم نه. این ایدراگه چقدر خوب زد. اون ور تاور رفت. ولی خب یه شانس دارن اینه که این ور رو کلا خیلی پر کنن. ولی خب جمع شد دیگه. الان سر پل نرسیده جمع شد. بومبر خوب نیدو که میتونست کنه. نیدوش هم زد ولی خب جمع شد دیگه. اینجا نه دیگه جمع شد. یه لایت هم زد و لایت امضای کار بود دیگه. باختن این بتلو. دوباره رفتم بتل. سریع حریف داد بهشون. او دوباره این رنگ 13. ولی فکر کنم یارش عوض شده. آره اسم یارش یه چی دیگه بود تا اونجایی که من یادمه. اسمش عوض شده. یه لایت عالی، واقعا لایت عالی زد. ابریلتی میتونه بزنه که اون لاوا پاپزا بمیرن. اون ولی پکا مگانایت او میخواد کینگ اکتیو کنه. ولی خب فیشره چه بد کشید. خوبه الان خوبه. کینگ هم اکتیو شد. فیشرشو یه پله اونورتر میرفت مگانایت رو میکشید. چون این ور بود اون هیولا رو کشید. ایداراگر هم حذف کردن. بومبر هنوز زنده است که خب مرد. و اینجا دمیج خوبی میزنن. اونورم که با یه اینفرنو دراگ جمع میشه.
فیشرمنی هم که اونجا داره چک میزنه تو صورت تاورو. اینا دوباره اینو زدن. تو اون دفعه یارش یکی دیگه بود، این دفعه یکی دیگه است. دابل لاوا هم شده. آخر لاوا با مگانایت کی میاره؟ این یارو برداشت لاوا با مگانایت آورده. در هر صورت کتک خور شد دیگه. دوبار کتک خور شد. اینجا هم احتمالا ایدراک بره. حریفم برداشت فایربار آورده. با فایربار نمیشه واقعا. من به جای فایربال برای لایت میمدم. خب با لایت خیلی ولیو بهتری میشه گرفت، مخصوصا دابل لایت. و اینجا او اکسیر لایت رو ندارم، ولی خب ایدراگه هضم میشه. دلاگه بمیره که خب خوبه، هیرو زنده است. هنوز 3 کارت سایکله. اینجا فایر زد، هیرو مرد. دابل رم رایدر، بومبر و جیجی. این دفعه دیگه واقعا جیجیم اوکی اومد. فیشر هم وسط 3 کردن دیگه. آره این هم از این. خیلی خوب زدن. بریم ببینیم اومدن رنگ چند. احتمالا همون رنگ 49 هن. 48 49 هن، چون یکی بردن یکی باختن. حالا شاید هم اومده باشن پایین، بالا پایین شده باشه. بریم ببینیم. چرا ویو کلن زدم؟ رنگ 50. خب مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر همراهی کردید. یه لایک بزنید پا ویدیو. دمتون گرم. خدا نگهدار.